خب با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایی که همراهان ما در صفحه وارش اسپورت، تمامی دوستداران تیم داماش گیلان و تمامی دوستانی که ما رو به طور مستقیم برای نخستین بار از یوتیوب وارش اسپورت، از صفحه یوتیوب وارش اسپورت تماشا میکنن و ما امروز همزمان لایو رو در هر دو تا صفحه داریم. با شما هستیم با پخش مستقیم دیدار دو تیم داماش گیلان و شهید قندی. یکی از بازی که بسیار حساسیت‌های زیادی داره، بازی که میتونه همین امروز حکم قطعی صعود به پلی آف رو برای داماش مهر کنه، جوری که اگر نیرو زمینی در تهران مقابل رضاکان نبازه یا هر نتیجه غیر از شکست کسب کنه، یعنی رضاکان پیروزی به دست نیاره، ببازه یا مساوی کنه، ما همین امروز میتونیم با پیروزی مقابل شهید قندی حکم صعود به پلی آفمون رو قطعی کنیم. من لیست تیم خودمون هم دارم، استقبال خوبی هم شده با توجه به وسط هفته بودن و ساعت 5 بعد از ظهر از دیدار هفته 25م. تیمای داماش گیلان و شهید قندی از هواداران داماش هنوز به ورزشگاه دارن میان. البته نکته‌ای هم وجود داشت که یه بخشی از ترافیک بیرون استادیوم بوده و یه مقدار ماشینایی که یه 3 تا اتوبوس بود کلا قرار بود بیارن هوادارا رو به ورزشگاه، یه مقدار واسه همین باعث شد که ما نتونیم هنوز ورزشگاه رو پر ببینیم. تیم داماش این بازی رو در حالی و مسافه تیم شهید قندی میره که با تمام ترکیب خودش به پام میدان گذاشته و نکته جالب توجه اینه که الیاس صالحی امروز به طور فیکس بازی رو آغاز میکنه. یه نکته هم قبل بازی بود این که بعضی از خانم‌های طرفدار تیم داماش میبینید که بنر امیرحسین شیرچی رو که توسط بازیکن تیم داماش به اهتزاز در میاد، یه بخشی از خانم‌ها خودشون رو ورزشگاه رسوندن اما متاسفانه پشت در ورزشگاه سردار جنگل موندن و نتونستن خودشون رو به سکوها یا حتی زیر سکوهای ورزشگاه سردار جنگل برسونن. به هر حال از این بابت ما ابراز تأسف می‌کنیم. به هر حال هر طوری هست می‌پردازیم به گزارش بازی. در ترکیب تیم داماش گیلان امروز از ابتدا اشکان توانا در اون 12 است. 4 مدافع ما، البته میتونیم بگیم یه حالت ترکیب 3 دفاعه داره. خب عرض کردم ما تو خونه معمولا فرشاد پیوس با ترکیب 3 دفاعی بازی میکنه. امیرخانی، حسین خیری، پژمان نجات در زمین دیده میشن. اگر قرار باشه مثل بازی آخر مقابل شهدای بابلسر، ما اسم بابلسر اومد، یه نکته هم داخل پرانتز بگم که این هفته با 1 دقیقه سکوت به احترام بازیکن از دست رفته و فقید تیم شهدای بابلسر یعنی امیرحسین شیرچی آغاز میشه. بازیکنی که هفته گذشته مقابل گستاران در زمین خودی هولوش دقیقه 70 فکر کنم با ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم میکنه و متاسفانه بازیکن جوانی که 2 هفته قبل در رشت با ما بازی کرد فوت میشه و متاسفانه این اتفاق در چارچوب رقابت افتاد. عکس تیمی تیم داماش گیلان رو هم میبینید. ما یک بار دیگه عرض کنم، ما کسی که دوست دارن بازی رو با کیفیت تر و بدون لایک و اون اضافات دور تصویر اینستاگرام ببینن میتونن برن صفحه یوتیوب وارش اسپورت و اونجا کیفیت بهتره و حتی میتونن بندازن رو صفحه های مانیتور خودشون یا تیوی، بتونن اینطور راحت‌تر بازی رو ببینن، تلویزیون البته. و به هر حال همچنان جالب اینجاست که داره هوادار میاد، چیزی هولوش 5-6 هزار تا رو تا اینجا میتونیم حداقل تخمین بزنیم در
ورزشگاه سردار جنگل کلی هم آدم بیرون ورزشگاه بود. من مسیرم الان دارم از همینجا نگاه میکنم، همچنان مسیر پرترافیک بیرون ورزشگاه نشان از حضور دوستداران تیم داماش میده و حساسیت دیدار هفته 25م، جایی که داماش باید به مسافه شهید قندی از بره. من موندم خب ترکیب کامل بره دوزن. بعد امیرخانی چپ مثل بازی قبلی، سیامک علیزاده وسط و سمت راست حسین خیری. گلر ما اشکان توانا، محمد رستمی مقابل این سه مدافع بازی میکنه. پژمان نژاد یه جورایی حکم پیستون و بک چپ ما رو داره. سجاد قلیبیگی در کنار و علی مصطفی. الیاس صالحی بعد از مدت‌ها به ترکیب اولیه اضافه شده. اینم یک دقیقه سکوت. خب این هم یک دقیقه سکوت به احترام امیرحسین شیرجی، بازیکن جوان و فقید تیم شهدای بابلسر. بازی هم از همین لحظه آغاز میشه. عرض کردم که سجاد قلیبیگی، سعید طالبی، علی مصطفی، سید علی علیزاده و الیاس صالحی 11 مرد امروز فرشاد پیوست هستن. جایی که در رشت باید ببینیم چه تیمی امروز میتونه حکم صعود به پلی‌آف خودش رو قطعی کنه. و البته رضاکان اگر ببرم امروز نمیتونه صعودش رو قطعی کنه، حتی در بدترین شرایط. به هر حال داماش باید ببینیم امروز با 45 امتیاز مقابل شهید قندی بازی میکنه که 3 امتیاز رو به دلیل حکم کمیته انضباطی و استیناف که قطعی هم شده اما همچنان حواشی پیرامونش زنده است به کجا خواهد رسید. من در قالب گزارش اطلاعات تکمیلی رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. ضربه خطا به سود تیم داماش گیلان هست، جایی که پشت توپ حسین خیری مدافع این روزها و آماده داماش آغاز میکنه. چقدر بد زد حسین خیری، ما چشم میزنیم کلا یه دقیقه هم طول میکشه. پژمان نژاد میاد رو پست دفاع چپ، رو حمله اضافه میشه و یه مقدار جلوتر بازی میکنه و امیرخانی پشت او رو پوشش میده. آرام آرام بازیکن شماره 2 از شهید قندی میاد تا پرتاب اوت رو انجام بده. من ندیدم لیستی از شهید قندی داشته باشیم. به هر حال امیرخانی مشایعت میکنه کنار زمین که توپش به بیرون میره. از کنار دروازه اشکان توانا که هفته قبل کلینشیت بیرون خونه رو داشت مقابل ماهشهر با گل دقیقه 89 محمد رستمی ما بازی رو 1-0 بردیم. 45 امتیازه شدیم. رضاکان با پیروزی 42 شد. ماهشهر رو 40 موند. سجاد قلیبیگی کوتاه با رستمی، واسه بین این دو بازیکن رد بدل میشه. تکثیر بازی میکنن داماشی ها. حالا قلیبیگی سمت راست بد فرستاد، جایی که سعید طالبی هنوز نفوذش رو آغاز نکرده بود. شهید قندی هم ترکیبش هست، اما با توجه که میدونی اگه شماره نشناسه نمیشه تو گزارش اسمشون رو آورد. مسعود عبداللهی، امیررضا افسرده، یامین فلا، امیر محمد زالی، وحید نعمتی، محمود متقی، محمد علی پشت محوطه جریمه داماش. فرصت هست اینو ببینیم. آفساید. آفساید یار شماره 77 از شهید قندی اعلام شد. محمد علی حسینی، امیر محمد مختاری، عادل سرشار، صادق میرصفایی و سید جواد شفیعی پور 11 مرد امروز شهید قندی هستن. شهید قندی که تا قبل از بازی برگشت با ما، بازی که ما تو یزد 1-0 باختیم و با حکم کمیته انضباطی 3-0 پیروز شدیم. رتبه دوم جدول بود، سایه به سایه داشت با گشتاران میرفت جلو، اما از همون هفته دیگه جا موند تو کورس رقابت ها. و یه نفوذ از سمت راست حسین خیری، الیاس صالحی، نه سید علی علیزاده پشت خط دفاعی. آفسایدش اعلام شد. یاد ضربه زیر توپ علیرضا امیرخانی. خب بازی از سر گرفته میشه. میان زمین محمد رستمی درگیر با
یار شماره 23 از راه دور آرام به توپ ضربه میزنه که اشکان توانا توپو جمع میکنه. پژمان نژاد در سمت چپ، سجاد قلیبگی یا امیرخانی هیچ کدام با محمد رستمی کار میکنه. محمد رستمی 2 گل این فصل زده، هر دوتا رو به ماهشهر زده. یکی بازی رفت 2-0 کرد بازی رو، هفته گذشته دقیقه 89 بازم شوت زد. هر دو گل تقریبا توی مایه بودن که ما 1-0 بردیم ماهشهر. تشویق بی امان تیفوسی‌های شهر باران، هواداران داماش که از همون ثانیه اول آغاز شده. میگم هنوزم داره هوادار میاد به ورزشگاه. ای کاش میرفتیم عزودی. به هر حال هر طوری از خود تیم تصمیم گرفت که هنوز تو سردار بمونه، با توجه به اینکه کل فصل ما اینجا بودیم. بازیکن‌ها عادت ندارن یه جورایی به چمن غیر سردار. علی مصطفی میچرخه پشت محوطه جریمه، پاشو زد، بله خطا اعلام میشه. داور بلافاصله در صوت خودش میدمه. حساسیت‌های زیادی داره با توجه به اینکه عرض کردم حواشی دو تیم سر اون 3 امتیاز بسیار بالا بود. در جدول نگهساران با 51 امتیاز صعود خودش رو قطعی کرده. داماش گیلان 45 امتیاز، شهدای رزاکان 43 امتیاز، 2 امتیاز اختلاف. نوشهر و ماهشهر که 40 امتیازی هستن. شهید قندی در رتبه ششم با 39 امتیاز هستش. تفاضل گلی با مثبت 15 و رزاکان مثبت 6 هست. همونطور که میدونید تفاضل گل در لیگ دست دوم مهمتر از دیدار رو در رو هستش. ما رزاکان رو رفت و برگشت مساوی کردیم. سعید طالبی و پژمان نژاد پشت توپ قرار گرفتن. کدام بازیکن خواهد فرستاد؟ موقعیت واقعا خوبی هستش برای زدن ضربه سر. حسین خیری و امیرخانی جلو کشیدن داخل محوطه جریمه. هر دو سرزن داماش و محمد رستمی و سید علی احیزاده آماده هستن. سجاد قلیبگی هم رفته جلوی خط دفاعی تا دیدشون رو کور کنه. حالا پژمان نژاد مستقیم میزنه. بس کنار دروازه فاصله کم به بیرون رفت و از کنار دروازه باید دروازه‌بان این تیم بازی رو آغاز کنه. بازی رو کوتاه آغاز میکنه. ضربه زیر توپ اولین بازیکن سیامک علیزاده هست که توپو سالم رسوند به پژمان نژاد در سمت چپ. پژمان بی‌دقت بوده پژمان نژاد و توپش لو رفت. فاصله هم داره پژمان نژاد با اون آمادگی پیش خودش. امیرخانی و اشکان توانا. چرا اشکان تا اون فاصله بین مدافعا بیرون اومد؟ امیرخانی نذاشت که اشکان توپو بزنه و سمت دیگر هم عرض کنم دیروز هم فولاد نوین برد هم مثل سنگون ورزقان. اون جورو هم هنوز تکلیفش معلوم نیست، هر چقدر که مثل سنگون شانس بیشتری داره با رسول خطیب برای رفتن به لیگ یک. فولاد نوین هم 48 امتیازه شد. داماشم ببره ما هم 48 میشه. مثلا خطا بلند میاد داخل محوطه جریمه. امیرخانی باز هم ضربه سر اول رو میزنه. واقعا آماده است علیرضا امیرخانی این روزها. توپو نمیذاره که بیرون بره. حسین خیری مقابل توپ ایستادگی میکنه و یه پرتاب اوت نصیب بازیکن شهید قندی از سمت راست دروازه اشکان توانا میشه. فشار هواداران داماش ببینیم ماری کله چه فشاری هم میارن. بازیکنی که رفته برای پرتاب یار شماره 4 بجز الیاس صالحی همه رفتن به محوطه جریمه. سعید طالبی هم میاد حالا به داخل محوطه جریمه. اشکان از دروازه اومد بیرون. مشت کمجون اشکان رسید به سعید طالبی. حالا الیاس صالحی رو میبینه میانه زمین. الیاس صالحی تعادلش به هم خورد. خیلی راحت این خطا رو میگیره الیاس صالحی. بازیکن ریزنقش تیم داماش که سابقه صعود به لیگ دسته یک رو داره با پیام توس. حالا رستمی در سمت راست طالبی رو میبینه. سعید طالبی، کاپیتان طالبی در عرض پاس نمیده رو بغل با حسین خیری کار میکنه. سجاد قلیبگی، محمد رستمی
سمت چپ امیرخانی، صالحی زدن، بازم صالحی رو این بار محکمتر، داور هنوز کارت نداده. الیاس صالحی از جا بلند میشه، ضربه خطا به سوی داماش از محمد رستمی، پشت توپ ایستاده. ببینیم بلند میزنه یا کوتاه. سجاد قلیبگی، رستمی هنوز هیچ بازیکنی رو آزاد نمینه. بالاخره سیدعلی یحیی‌زاده از محوطه دور میشه. سیدعلی هم چقدر راحت تو میده. بریم ضد حمله رو داشته باشیم. نه، سیامک تکلیف عالی سیدعلی بدون خطا توپو زد. علی مصطفی برد به سمت راستیایی که حسین خیری هست، یا پاس به جلو، بازم توپ دور میشه، دوباره برمیگرده جایی که رستمی هست، با سیامک علیزاده کار میکنه. امیرخانی یه بازیکن از شهیدقندی روی زمین افتاده و بازی متوقف میشه. ما تشکر هم داشته باشیم از کلینیک زیبای الماس که در این فصل رقابت‌ها همراه صفحه وارش اسپورت هستن و ما رو در امر گزارش و کیفیت بهتر یاری میکنن. به هر حال بازیکن شهیدقندی هم داره پا میشه از روی زمین. حسین گنجخانی، هاشم خدابندلو و سید مهران مصطفوی بازی رو قضاوت میکنن. اسماعیل نیساری به عنوان داور چهارم و بابک وسیله‌بر ناظر داوری هستن. حالا پاس بلند محمد رستمی بین راه یه لحظه قطع شد، حالا تاثیر پشمان نژاد نرسید. سجاد قلیبگی، امیرخانی بازم برمیگرده توپو میزنه. باریکلا، واقعا آماده است این روزها علیرضا امیرخانی، مدافع مازنی تیم داماش گیلان. سابقه پوشیدن پیراهن نساجی مازندران رو هم در کارنامه داره علیرضا امیرخانی. حالا پرتاب بین راه، بازم رستمی توپو قطع میکنه. ضربه سر دوم رو نتونستیم بزنیم. پژمان نژاد تاثیر نصف نیمه او باعث میشه که تو بعد اصابت به یار حریف بیرون بره. پرتاب اوت باید توسط امیرخانی انجام میشه. بلند امیرخانی بین راه، دوباره سجاد قلیبگی. درگیری ها بر سر مالکیت توپ زیاد از رستمی واسه اشتباه محمد رستمی. پشت محوطه جریمه توپ لو رفت، اما پرتعداد نبودن بازیکنان شهیدقندی. یه لحظه حسین خیری هم جامون، دوباره توپ رفت به سمت چپ. ارسال از سمت چپ خوبه، فرستاد اون محوطه جریمه، پشت محوطه یه ضربه والی که با فاصله زیاد از بالای دروازه بیرون میره. اشکان توانا سایر دیدارها هم اگر برسونم بچه ها به ما که چه خبره، ما ممنون میشیم. معمولا ایزار سایت ها دیر به روز رسانی میشن و ما نمیتونیم آنلاین خبرها رو برسونیم. به هر حال بررسی به گزارش بازی، ضربه سر از یار شماره 4 از شهیدقندی، بازم تو بیرون نرفته. انصافا خوب بازی کرده تا اینجا شهیدقندی، آنچنان در لاک دفاعی فرو نرفته. پشت محوطه جریمه باز هم یار شماره 23 تو برد به سمت راست امیرخانی، جامونده یه ضربه از راه دور. اشکان توانا میرفت تو دو مرحله توپو جمع کنه اما نتونست و کرنر. اولین موقعیت جدی دیدار هفته 25 رو شهیدقندی به دست آورد. نکته جالب اینه که هنوز داره هوادار میاد به ورزشگاه سردار جنگل. جنگل هم بالای 6-7 هزار تا هستیم تو ورزشگاه. به هر حال این کورنر از سمت چپ باید زده بشه. سعید طالبی و الیاس صالحی این بار دو تا بازیکن از داماش
تو زمین حریف تقریبا موندن، دو تا مدافع رو با خودشون مشغول میکنن اینطوری، ولی داخل محوطه سرطانامون آماده است. سیدعلی یحیی‌زاده هم رفته داخل محوطه. سیامک علیزاده و امیرخانی و رستمی یارگیری های منتومن، ارسال با پای چپ داخل محوطه. اشکان بدون مزاحمت و در کمال آرامش توپو جمع میکنه. شهرداری بم و بابلسر، کیانسان، وامل، آریو، اسلام شهر، شهرداری نوشهر، مثل نوین کرمان، نیرو زمینی تهران، شهدای رزاکان البرز که حساس ترین بازی ما هست. یه بار تو ریخ پشت محوطه. نفتگاز گچساران، شهرداری ماهشهر. سایر دیدارهایی هستش که به صورت همزمان داره پیگیری میشه. علی مصطفی هیچ کدوم از بازیکن داماش نزدیکش نیستن. خود مصطفی تو نگه داشته هنوز با سنده. سعید طالبی و بالاخره در سمت راست راه میندازه. الیاس صالحی بین دو مدافع. خود صالحی اینم مشایعت بازیکن تیم شهید قندی. صالحی باز هم تاثیرشو گذاشت. رستمی میاد پرس کنه بین راه. قلیبگی توپو گرفت یا نه؟ یه لحظه انگار خورد به صورتش با بازیکن تیم شهید قندی. بازی هم ادامه میدن. حسین خیری تو میگیره و میاد جلو. علی مصطفی، خود علی مصطفی بازیکن سابق تیم چوکا. حسین خیری، سجاد قلیبگی. خود قلیبگی بالاخره فرارش آغاز میکنه. قلیبگی یه ضربه از راه دور جواب داد. یه جورای شوته بازیکن تیم شهید قندی رو این بار دروازه‌بان توپو جمع میکنه. حرکت عالی سجاد قلیبگی که عرض کردم میاد به پست هافک میانی خیلی بهتر از وینگر چپ بازی میکنه. امیرخانی یه بدن گذاشت تو به بیرون رفت. سیامک علیزاده هم رفته پست مدافع میانی مثل بازی قبل. انصافا ترکیبشون خیلی خوب داره جواب میده. حسین خیلی در دفاع راست داره یه جورایی بازی میکنه در حالت سه دفاعی ترکیب ما و امیرخانی در سمت چپ. حسین خیری هم بازی قبل واقعا فوق‌العاده بود. سه مدافع میانی این روزهای داماش. امیرخانی میاد جلو. حالا امیرخانی پرتاب انجام میشه. ضربه سر اول رو نتونستیم بزنیم. سیدعلی یحیی‌زاده علی مصطفی رو دید. خود سیدعلی واسه سالمو برای سجاد قلیبگی رسون به سمت راست جایی که سعید طالبی هست. خود سعید طالبی، سجاد قلیبگی، علی مصطفی یه لحظه ناهماهنگ بودن و توپ لو رفت. خود علی مصطفی میاد رو توپ تاثیر میذاره. میشه از عمق به سعید قندی فشار آورده. گل زد سعید طالبی. پرس جواب داد. تو بدون خطا گرفت نتونست برسونه به سیدعلی یحیی‌زاده. نتیجه 0-0 مساوی هست. هنوز توپی از خط دروازه عبور نکرده. دو تا موقعیت جدی داشتیم که توی موقعیت‌های جدی هم دو تیم 1-1 مساوی هستن، اما نتیجه 0-0 مساوی و بدون گل. یه لحظه تعادل سیدعلی به هم خورد. داور بازی رو ادامه میده. علی مصطفی سمت راست. حسین خیری تا اونجا بالا کشیده. خود حسین خیری توپو نگه می‌داره. حالا سعید طالبی اورلپ میکنه. کوتاه علی مصطفی میچرخه. قلیبگی رو میبینه. سجاد قلیبگی، خود سجاد یه پاس. بازم کسی از سمت راست نفوذ نکرده. میتونیم یه مقدار بازی بیاریم به سمت چپ. متوجه این که الیاس صالحی داره جلوتر از سیدعلی بازی میکنه. پژمان نژاد این سم یه مقدار آزادتره. چون دو تا مدافع تو باکس داریم، دو تا مهاجم تو باکس داریم، قشنگ حواس مدافعین شهید قندی رو پرت میکنه، اما فعلا بیشتر توپو از سمت راست جایی که سعید طالبی هست به حرکت در میاد. حالا ضربه شروع مجدد. ضربه سر اول رو حسین خیری رسون به سعید طالبی. علی مصطفی رو میبینه سمت راست اومده بالا. پژمان نژاد توپم سالم رسید بهش. قلیبگی، هر توپا میتونه بازی کنه سجاد قلیبگی. امیرخانی بلند صالحی رو میبینه بتونه نگه داره توپو که تونست. نه، بازم تاثیر الیاس صالحی. صفا پرتوان بازی میکنه الیاس صالحی با اون که
آنچنان جسته تنومندی نداره. توپ رو رفت، باز هم سجاد قلیبگی ناموفق. حالا شهید قندی میاد تو ضد حمله پشت محوطه جریمه داماش. حسین خیری مقابلش از راه دور میزنه. یه جور انگار تو برنامه دارن اکثر شوت‌ها رو محکم بزنن. سف سف مساوی. 20 دقیقه از نیمه دوم تموم شد. امیرخانی، پژمان نژاد، قلیبگی، خود سجاد قلیبگی بازم پاسش نمیرسه. این چهارمین باری که تو پای قلیبگی لو میره. یه ذره انگار تو روز خودش نیست سجاد قلیبگی. حالا توپو میگیره، خطا هم روش مرتکب میشن و نیم فصل اومد به داماش. علیرضا امیرخانی پشت تو الیاس صالحی، پاس داخل محوطه جریمه. سید علی یحیی‌زاده، پژمان نژاد، حرکت او و یه پرتاب اوت برای داماش هست. بازی گذشته مقابل شهرداری ماشر از همین حوالی بود که بهتاش پرتاب کرد. ضربه سر اول رو سعید دلاور زد و شوت محمد رستمی گل اول رو در دقیقه 89 برای داماش به ارمغان آورد. بلافاصله صالحی بهش نزدیک میشه. الیاس صالحی یه حرکت بدن رو اومد، صالحی نتونست بازیکن رو جا بذاره. توپ به بیرون رفت و از کنار دروازه‌بان تیم شهید قندی یزد باید بازی رو آغاز کنه. فرشاد ویوس هم زمانی که اومده رشت 3 بازی سرمربی بوده، 2 پیروزی و ببخشید 4 بازی، 3 تا برد، یه مساوی مقابل نیروی زمینی داره. تکل سید علی یحیی‌زاده یه لحظه میرفت که توپ مال خودش کنه اما توپ دور شد. پرتاب اوت به سوی تیم داماش گیلان هست. رستمی، سعید طالبی، بازم توپ لو رفت. خوب دارن منطقه‌ای پرس میکنن بازیکنان تیم شهید قندی. اکثر توپ‌های پشت محوطه رو خودشون میگیرن. ما تو ضد حمله راحت توپ لو میدن. واسه حسین خیری عالی رسیده علی مصطفی حالا میبینه سید علی یحیی‌زاده رو. سعید طالبی اومده به سمت راست، صالحی جلوتر توپو گرفته، درگیر با مدافع تیم حریف، حالا لگدش هم کرد و بازم خطا رو گرفت الیاس صالحی. این اعتراض مطمئنا یک کارت زرد رو به همراه داره. اولین جریمه کارت زرد شهید قندی هست. حسین گنجکاری رو مجبور کرد که بهش کارت بده، نمیخواست بهش هم کارت بده. اعتراضش باعث شد که بازیکن خاطی رو کارت زرد جریمه کنه. هنوز هوادار میاد. ای کاش بازی میرفت برای 7.5. سردارم مشکلی با نور نداشت متاسفانه. مشخصه تو به هولوش 4-4 همه تعطیل میشن تا بیان این فاصله رو به سردار. مطمئنا زمان زیادی رو میگیره. میگم رفتیم قشنگ بالای 7000 نفر. بازم پژمان نژاد، سعید طالبی، سرزنای داماش داخل محوطه جریمه. امیرخانی پشت همه بازیکن‌ها جاگیری کرده، ارسال میاد داخل محوطه، پشت محوطه جریمه. قلیبگی نگه میداره با پژمان نژاد، واسش زیاد خوب نبود. نژاد، علی مصطفی، سرزنای داماش هنوز موندن تو محوطه. توپ رفت سمت راست، خوبم رفته. سعید طالبی حالا توپ برمی‌داره، ارسال انجام میشه. سید علی یحیی‌زاده بزن دیگه، بزن گل اول. چه سانتی میکنه این سعید طالبی، چه سانتی میکنه این سعید طالبی. بزن دیگه سید علی، کش ما رو تا گل بزنه. سید علی یحیی‌زاده نزد کجا زد؟ گل دومشو تو چه روزی برای داماشیا به ثمر میرسونه، مقابل چه تیمی. این گل میتونه حکم صعود داماش به پلی آف باشه. چه ضربه سری میزنه این سید علی یحیی‌زاده، چه سانتی میکنه این سعید طالبی و چقدر خوب علی مصطفی تو برد به سمت راست. گل اول سید علی یحیی‌زاده 23 دقیقه
داماش رو 1-0 پیش میندازه. زیاد منتظر نگه نداشت هوادارهای داماش رو. بعد جوری زیر فشار بود این سید علی یحیی‌زاده، چه هدی زد. بازی از سر گرفته میشه. زننده گل اول برای تیم داماش گیلان سید علی یحیی‌زاده. سید علی بله اینم سبک جالبه. اعلام بازیکن گلزن امیرخانی، چقدر میپره امیرخانی. تعادلش هم به هم زد، دامن میتونست خطا بگیره، این زیرش خالی شد اما ضربه سر اول رو زد. توپ رفت بیرون و کرنر به سود تیم شهیدقندی است. از سمت راست دروازه اشکان باید کرنر رو بزنن. پشمان نژاد بگم روی زمین افتاده، باشه گرفته و احساس ناراحتی میکنه. مثلا این تب و تاب اولیه ما رو ریخت سید علی یحیی‌زاده. حالا کرنر زده میشه کوتاه بین راه، خود سید علی توپو قطع میکنه، توپ میره همون حوالی، ارسال، ضربه سر، توپ با فاصله از کنار دروازه اشکان دوانا به بیرون میره. یک بر صفر داماش با تکل سید علی یحیی‌زاده تا 27مین دقیقه از زمان بازی رو برده. محمد رستمی به این راه توپش قطع میشه، نرسید به الیاس صالحی، یه مقدار پاس کوتاه بود. الیاس صالحی هم زود حرکت کرد. علی مصطفی پرس توپ لو میره یا نه، مجبور میکنم بازیکن شهیدقندی رو که رو به عقب کار کنن. عرض کنم که بازی به طور مستقیم از صفحه یوتیوب وارش اسپورت هم پخش میشه. اگر میخواید بازی رو با کیفیت بهتر حتی میتونید روی تلویزیون هم تماشا کنید و اینطوری راحت‌تر میشه بازی رو تماشا کرد. به هر حال ممنون هستیم از تمامی بچه‌های وارش اسپورت که این شرایط رو فراهم کردن که بازی به طور زنده هم در یوتیوب پخش بشه، شما بتونید راحت‌تر بازی رو تماشا کنید. سیامک علیزاده بین راه توپو گرفت، حالا رسون به سید علی یحیی‌زاده، زدن از پشت رو شارژ کردن، خطا نگرفت داور. دوباره علی مصطفی رو میزنن، رفت سمت راست. الیاس صالحی الان داره این حوالی دیده میشه، خود الیاس صالحی بازی رو آروم میکنه. حالا حرکت سجاد قلیبیگی، مشیا یه مقدار میخوان تب و تابو بگیرن، خوبم هست این گونه حفظ توپ ها. با توجه به اینکه ما زود گل زدیم، پاس امیرخانی نرسید به سعید طالبی، یه مقدار محکم داد توپو. داره شماره 17 از قندی، سعید طالبی هم خودش میاد توپو میزنه. کوتاه آغاز میکنن. سید علی یحیی‌زاده رو ببینید تا اونجا اومد، آقا باریکلا سید علی یحیی‌زاده توپو میگیره. حالا کوتاه با علی مصطفی، داماش میره تو ضد حمله، الیاس صالحی نفوذ کرده، نه مصطفی نگه میداره سمت چپ، دیده پشمان نجات رو با قلیبیگی کار میکنه. زیاد پاس بلند نمیدن داماشی، آروم آروم میان جلو. امیرخانی، قلیبیگی، رستمی با آخرین نقطه از زمین، جایی که سیامک علیزاده هست، پاس کوتاه داماشی ها. حالا قلیبیگی میزنه زیر توپ، یه مقدار زیادی رو به عقب میریم ما تو این صحنه ها، میتونه کار دست داماشی ها بده. سیامک علیزاده آخرین نفر هست. حالا الیاس صالحی یه دونه زد بالاخره از اون دریبلای خودشو. علی مصطفی توپو نگه میداره، دیده پشمان نجات رو بیاد به سمت چپ، رسید به پشمان. خود پشمان نجات حرکت در عرض او، راست پا هم نیست، پشمان میاره رو پای چپش پشمان نجات.
کرنر به سوی تیم داماش است از سمت چپ. خود پشمان مادر کرنر رو بزنه. سیامک علیزاده هم پشمان نجات میره برای زدن ضربه کرنر با پای چپ از سمت چپ دروازه. فریادهای مرزا کرمانی مقدم. 3 بازیکن از داماش موندن تو زمین خودی. ارسال خوبم نبود. ارسال پشمان نجات داره میره بیرون و ارتباط به سوی تیم شهید قندی هستش. بازی رو سریع آغاز میکنن. سیدعلی یحیی‌زاده بازم میاد توپو قطع میکنه. باری کلا سیدعلی یحیی‌زاده روز قشنگ تو روز خودشه. بازیکنی که فصل گذشته با 13 گل یه جورای چوکا رو برد به لیگ 1 اما یه مقدار کم فروغ بود که امروز داره جبران میکنه. سیدعلی یحیی‌زاده بازی قبلا انصافا چند تا صحنه خوب کمک کرد به خط دفاعی داماش. بازیکن قندی آرام آرام دارن جلو میان. نمیتونن زیر پرس پاسکاری کنن. چه ما هم نمیرسونن سایر نتایج رو. چالو اینجاست که تیم محشر تو بازی مستقیم مقابل گچساران صعود کرده. تونل افتخار زدن براشون. رفته بازی که این فصل انصافا خوب بازی کرد. حالا حواشی از سمت داوری خدایی نشدیم براشون. حالا کسی شنیده با هم بگیم. هر حال نفت گاز گچساران رفته تو با این بازی میشه 52 امتیازه. ما ببریم میشه 48 امتیازه. سیدعلی یحیی‌زاده یه دست گذاشت توپو گرفت. خود سیدعلی یحیی‌زاده با پشت پا سعید طالبی رو میبینه. تک زد. انصافا زد پای سعید طالبی رو. توپ هم زد، پا هم زد. الیاس صالحی اومده از پشت سر پرس میکنه. باریکلا الیاس صالحی با چنگ و دندون. به هر حال خطای هند الیاس صالحی اعلام میشه. یک بر صفر به سوی داماش هست. تک گل سیدعلی یحیی‌زاده. پاس گل سعید طالبی. بازیکن قندی جلو میان. علیرضا امیرخانی توپو گرفته. خود امیرخانی پاس او بازم نمیرسه سعید طالبی. تیکه چمن هم در اومد. خود امیرخانی هم تو بیرون فرستاد. پرتاب اوت به سوی تیم شهید قندی هست. پشمان نجات هم هنوز حالا میاد به زمین. پشمان نجات خودش ضربه سر میزنه. نمیرسه به هیچ کدوم بازیکنان داماش. بین راقلی بگی یه لحظه شکمشو گرفت. احساس ناراحتی کرد. داورم بازم خطا تشخیص نداد. بازیکن قندی هم توجهی نمیکنن. شهید قندی شماره 10 توپو گرفت آورد به سمت راست. پشمان نجات میره به کمک خط دفاعی. وظیفه سنگینی داره علی مصطفایی. حالا امیرخانی توپش برسه به سیدعلی یحیی‌زاده. داماش از زیر فشار در میاد که رسید. سعید طالبی در سمت چپ توپ برداشته داره حرکت میکنه و بالاخره خطا اعلام شد. تشکر میکنیم از محمد آبکار که بالاخره لیست تیم شهید قندی رو رسوند به ما. از این لحظه من یه لحظه یادم رفت که لیستشون رو دارم. از این لحظه میتونیم لیست حداقل بازیکن فیکسشون رو داشته باشیم. من تا یه رو به آخری که پایین بودم هنوز لیست بازیکن‌ها تایپ نشده بود. حالا بر ترتیب از این لحظه ما اسامی بازیکن‌ها رو هم اعلام میکنیم. پشمان نجات یه بار دیگه ارسال کوتاه بین راه. امیرخانی نزده بود توپو. امیرخانی میتونست دروازه رو بدجوری تهدید کنه. توپ میره اون سمت از سمت مخالف. این بار باید پرتاب اوت رو انجام میدیم. حسین خیری از این ور میره پرتاب. من میتونه مثل بهتاش میساقیان پرتاب بلند داشته باشه. حسین خیری
پرتاب بلند میاد به داخل محوطه. امیرخانی تاثیر نصف نیمه او توپ دور شد. سیامک علیزاده جدا میشه و میاد ضربه سر رو میزنه. سجاد قلیبگی یا حسین خیری ارسال میاد به داخل محوطه جریمه. سیدعلی یحیی‌زاده و امیرخانی بازی جوانمردانه رو رعایت میکنن. یه بازیکن از شهیدقندی داخل محوطه احساس ناراحتی میکرد. داماژیگی‌ها موقعیت خوبی داشتن انصافا. یه بار دیگه عرض کنم خدمتتون که بازی البته یکیچه، ما 1-0 پیش هستیم تا هولوش دقیقه 34م. عرض کنم خدمتتون که شما بازی رو میتونید به طور زنده و مستقیم از صفحه یوتیوب وارش اسپورت تماشا کنید. میدونید که کیفیت تصویر در یوتیوب و صفحه یوتیوب ما معمولا بهتر هستش و میتونید بازی رو با کیفیت بهتری هم از نظر کیفیت صدا و تصویر داشته باشید. البته بازی رو هم بدون اضافات تصویری اینستاگرامی میتونید ببینید. یه مزیت دیگه ای هم که یوتیوب داره اینه که میتونید بازی رو بندازید رو تیوی و از تلویزیون ببینید و این راحت‌تر میکنه. یه جورایی کیفیت تصویر هم بچهای وارش اسپورت امروز بالا بردن و اگه توجه کنید ما با کیفیت بهتر در خدمت شما هستیم. به هر حال اینم بازی جوانمردانه از سمت بازیکن شهیدقندی که توپش میره بیرون و اشکان توانا از دروازه باید بازی رو شروع کنیم. جالب اینه که ما پشت محوطه اونا فیر پلی کردیم، اونا توپ انداختن زمین ما و حرکت جالبی نبود. به هر حال رستمی یه تیکه فرستاد داره الیاس صالحی، تو آفساید هم بود فکر کنم. الیاس صالحی نه توپ رفت بیرون و پرتاب اوت به سوی داماش هست، میخواست سری برداره لعنتی برمیداشت. سیدعلی یحیی‌زاده فرار کرد، اون توپ نیومد رو دست الیاس صالحی. بازم حسین خیری میاد جلو. صحبت مصطفی چراغیان مربی بدنساز فرشاد پیوس و مرزا کرمانی مقدم کنار زمین. حالا سعید طالبی داخل محوطه توپو استوب میکنه، پشت به دروازه از سعید طالبی، یه دریبل میخواد بزنه ناموفق. خود سعید طالبی تاثیر دوم توپ رفته بیرون یا بله پرسا با اوت بازم برای داماش. سایر دیدارها هنوز گویا هیچ اتفاقی به جز بازی داماش نیفتاد. پیجی که ما داریم الان نگاه میکنیم بازی داماش هم گلش رو لحاظ نکرد، نمیشه زیاد اتکا کرد. میگم دوستان ما انگار صدای ما رو نمیشنون. به هر حال پرتاب میاد داخل محوطه جریمه، ضربه سر اول رو بازیکن تیم شهیدقندی میزنن. یه لحظه هم شارژ کردن سیدعلی یحیی‌زاده رو اما آنچنان نبود که بخواد داور پنالتی اعلام کنه. بازم پژمان نژاد، سعید طالبی کوتاه، پژمان نژاد ارسال خوبه، اومد داخل محوطه جریمه، تعادل دروازه‌بان به هم میخوره و حسین خیری باش قاطی میکنه. حسین خیری هم نمیرفت، نمیتونست توپو جمع کنه. دروازه‌بان تیم امیر محمد ذاتی داشتید مسعود عبداللهی هستش که در اون دروازه ایستاده. شماره 12 کوتاه کار میکنه و مدافعین خودش توپ لو میره یا نه. سعید طالبی یه لحظه میرفت که تو بگیره، خود سعید طالبی تو میگیره. سجاد قلیبگی رو دید، سجاد قلیبگی دریبل رو سر پای سجاد. یه تک پاس میتونه سیدعلی یحیی‌زاده رو تک به تک کنه اما تشدید تک روی کنه. حسین خیری به دنبال توپ هست، حرکت در سمت راست، باری کلا حسین خیری خوب مهار کرد میرصفایی رو. باری کلا حسین خیری، گفتم آماده‌ان این مدافعای داماش، به این راحتی باج نمیدن. بعد از بازی نیرو زمینی در هفته 23 فکر کنم ما دیگه گل نخوردیم. هم شهدای بابلسر و هم ماهشهر نتونستن به داماش گل بزنن. اینجا هم فعلا کلین شیت کردیم و 1-0 پیش هستیم. الیاس صالحی ببینید تا کجا رفته عقب. الیاس صالحی رستمی حسین خیری رو دید در سمت راست، حالا داماش بالا میکشه، نباید تو لاک دفاعی فرو بریم. حسین خیری، سیدعلی یحیی‌زاده خیلی شناور بازی میکنه، همه جای زمین دیده میشه. الان سعید طالبی رفت نوک خط حمله.
امیرخانی، بازیخوانی فوق‌العاده علیرضا امیرخانی، خیلی تعریفی انصافا علیرضا امیرخانی، مدافع چپ پای داماش تا کجا هم جلو کشید سعید طالبی، گلرش نمیاد بیرون، توپو زد و پرتاب اوت به سوی داماش. یه لحظه نیامد بود بیرون. دو تا بازیکن از داماش فضای خوبی رو داشتن، یکی سعید طالبی که امیرخانی برام خودش هم روی زمین افتاده. مسعود عبداللهی دروازه‌بان تیم لان امروز گلر مطمئنی نشون نداد سید علی، نظر توش میتونست نیاد بیرون. حالا 4 تا مدافع اون پشت بودم، سعیدم میگرفت، نهایتا با سان میره داخل محوطه. پرتاب اوت به سوی داماش هست. علی رهبر هم با ماست، خبرنگار قدیمی و دوستان قدیمی تیم داماش، تو گزارش هم ما رو کمک میکنه. به هر حال پژمان نجات، سعید طالبی توپو هر طوری هست میگیره، بین چند مدافع گرفتار میشه. علی مصطفی، پژمان نجات، ارسال او داخل محوطه. الیاس صالحی هنوز توپو نیاورده رو زمین. سجاد قلیبگی ضربش همونجا بلوکه شد. سیامک علیزاده سمت چپ دیده پژمان نجات رو، خود پژمان نتونست بذاره واسه سعید طالبی و بازم پرتاب برای داماجی هاست. اومد رو خط وسط زمین این بار پرتاب و علیرضا امیرخانی، رستمی بهش نزدیک میشه. پرتاب بلند نجات بین چند بازیکن، علی مصطفی، سجاد قلیبگی، علی مصطفی میاره تو بالاخره رو زمین. الیاس صالحی هدف گرفت، توپ رسید به هر حال به حسین خیری. صالحی، قلیبگی قشنگ برگشته به ضربه آهنگ خودش. قلیبگی بعد از اون شوتی که زد یه مقدار افته بازی داشت، مثلا هیجانی هم بود، قشنگ بلافاصله به کیفیت خودش برگشت. سجاد قلیبگی هافکی که این چند هفته خوب بازی کرد، هر بار اومد به زمین برای داماش. رستمی ترجیح میده با سیامک علیزاده کار کنه. سیامکی که تو پاس بود مهاجم نوک بازی میکرد، اومد داماش شد هافک میانی. الان هم رفته پست مدافع آخر، جلوی مسیر هادی سهرابی رو داره میره سیامک علیزاده که هادی سهرابی یه بازی بر ما دروازه هم وایساده بود جام حذفی. به هر حال بریم سراغ گزارش بازی. 41 دقیقه تمام شد. داماش 1-0 با تکل سید علی یحیی‌زاده بازی رو پیش هست. بین راه توپ رو با یه عالی بازیکن داماش، پژمان نجات نگه داشت، برد به سمت چپ، اوورلپ سعید طالبی. علی مصطفی توپو نگه میداره. حالا بازیکن‌ها دیگه بدجوری پرسش کردن و پرتاب اوت رو میگیره هر جوری هست علی مصطفی. سعید طالبی، پژمان نجات واسش برای علی مصطفی. علی مصطفی میچرخه، نگه داشتن اون گوشه زمین توپ رو. ترکیب ما این بود که بعد از چند هفته پویا عزیزپور رفت به نیمکت. احسان معروفی هم که دورش معمولا فیکس میذاشت، امروز فکر کنم از همون نیمه دوم بیارتش. بازی کوتاه آغاز میشه. پژمان نجات داخل محوطه بین چند بازیکن، اینقدر چرخید تا توپش لو رفت. یه مقدار زودتر باید ارسال کنه پژمان نجات. سیامک علیزاده، رستمی، یا علی سیامک چقدر محکم، من ترسیدم خداییش. اشکان توانا او هم کار خطرناکی رو انجام میده. دست کم گرفتن انصافا بازیکن داماش رو. سر صدای کادر فنی داماش هم الحق و نسبت به جا بلند شد. چه کاری بود که اشکان توانا کرد. پاس سیامک خیلی خطرناک بود. بازی روانی سید، بازی روانی. رستمی، حسین خیری حالا میکشه بالا. حسین خیری، خود حسین خیری، علی مصطفی نرسید توپش. دیر پاس میدن داماشی ها. میگم یه مقدار شاید اسیر جنگ روانی شدن تو این لحظات. پشت محوطه جریمه
کوتاه ارسال داخل محوطه جریمه، توپ رسیده بازیکن شهیدقندی واسه کی کاشت؟ سجاد قلیبگی خواست سه جواد شفیعی رو صاحب توپ کنه، بازیکن شهیدقندی نتونست کاپیتان خودش رو. حالا از سمت چپ نفوذش شک گرفته، همچنان درگیر بازیکن تیم داماش. ارتباط به سود داماشچی ها از وحید نعمتی بود که داره شماره 44 از سمت چپ بالا آمد و نتونست کار خاصی رو صورت بده. سه بازیکن جلوی داماش از داماش جلوش بودن. آخرای نیمه اول هم هستیم. الاناست که دیگه وقت اضافه هم اعلام میشه. خطای پرتاب بازیکن رو ما اعلام شد. یه مقدار داریم بد بازی میکنیم. جالب آقا نیمه اول داره تموم میشه. علی هنوز هوادار میاد به ورزشگاه. من مدت‌هاست همچین جوی رو ندیدم. آخرین بار بازی با دارایی بود که توی پلی آف صعود به لیگ 2 بود همچین جوی داشتیم. بعد ما انصافا این فصل نداشتیم هواداران شهر رشت رو. حالا پرتاب بلند میاد به داخل محوطه جریمه. نه محمد رستمی سیدعلی علیزاده بار اول نتونست، دومین بار تو دور کرد همون حوالی. حسین خیری این بار میزنه، قلیبگی سایه زنی کرد. خود سجاد قلیبگی چند بازیکن او رو احاطه کردن. سعیدعلی و بیرون پا فرستاد برای علی مصطفی. علی مصطفی استوپش یه لحظه تعادلشون به هم زد. سید محمد علی حسینی و خطای خوشگلی گرفت انصافا علی مصطفی. در آورد تیم داماش از زیر فشار. 3 دقیقه هم وقت اضافه برای نیمه نخست. محاسبه میشه و محمد رستمی بغل پای کاتا رو تو برد به سمت راست، جایی که حسین خیری بالا کشیده. باز هم دوباره با رستمی کار میکنن، این بار با پای چپ. پژمان نژاد توپو استاپ میکنه. امیرخانی یه لحظه تو پله شد، دوباره زیر توپ زد، اومد به مقابل محوطه جریمه. فشار سیدعلی علیزاده نتیجه نمیده. تعادل رستمی از متقی از شهیدقندی به هم خورد. حالا حسین خیری زد بازیکنش شهیدقندی رو. همین هم باعث میشه که خطا گرفته بشه. به هر حال کوتاه بازی رو شروع میکنن با افسرده تو با آورد به سمت راست. ذاتی کوتاه کار میکنه با سید محمد علی حسینی. این بار او خطا میگیره از داماشی ها. سعید طالبی او رو میزنه. بازی رو بلند خواهد زد. ضربه خطا رو البته آورد به سمت راست، جایی که ذاتی فرار کرده. خطرناک میتونه باشه. سعید طالبی بالاخره میاد جلو. ارسال داخل محوطه. ضربه سری زد بازیکن تیم شهیدقندی با فاصله خیلی اندک. توپ اگر نخورد بود به زمین میتونه حتی دروازه ما رو تهدید کنه. ضربه سر امیررضا افسرده که خطرناک بود. دومین موقعیت جدی شهیدقندی. سیامک علیزاده تو بلند میفرسته. الیاس صالحی تاثیر او. سعید طالبی. حالا سعید طالبی میخواست حرکت کنه، تو بلو رفت. بعد از گل نتونست بازی مالکانه خودش رو انجام بده. یه مقدار رفتیم تو بازی روانی و حالا موقعیت خطرناک هست. مختاری پاسش برای یار شماره 77 با پای چپ میزنه یا نه؟ باری کلا امیرخانی. این هم سوت پایان نیمه نخست. خدا رو شکر نیمه اول رو رفتیم به رختکن 1-0. سیدعلی علیزاده داماش رو در دقیقه 24 پیش انداخت. داماش نیمه نخست رو با همین تکل به رختکن میره و بعد از 15 دقیقه استراحت به بازی برمیگرده. ما تشکری هم داشته باشیم بازم از کلینیک الماس، اسپانسر این فصل رقابت‌های سایت وارش اسپورت. عرض کنم بازم ما تو آخرین دقیقه بگم ما لایو رو قطع نمی‌کنیم، رو همین حالت میمونه و شما بازی رو
ببخشید میتونید به طور مستقیم هم از یوتیوب وارش اسپورت و هم اینستاگرامی صفحه اینستاگرامی داماش ببینید، اینستاگرامی وارش اسپورت ببینید و میدونید دیگه یوتیوب هم اون اضافات تصویری مثل لایک و کامنت رو نداره و شما میتونید خیلی راحت‌تر بازی رو حتی از روی تلویزیون و مانیتورهای خودتون ببینید. اینطوری کیفیت تصویر ما بالاتره و مشکلی برای تماشای بازی ندارید. به هر ترتیب نیمه نخست رو داماشی‌ها با تکل سیدعلی یحیی‌زاده به رختکن میرن. بلافاصله بعد از شروع بازی در نیمه دوم با شما همراه خواهیم. لایو قطع نمیشه دوستان. یه بار گفتم بازم میگم اینو همه بدونی، بگی داماش داد بزنی یک صدا بخونی، حسین
بی هم ندیم ای بدر ای بدر میری زود دماش دماش داد بزنی دماش دماش یاد بزنی دماش ای بدر ای بدر میری زود دماش دماش داد بزنی دماش دماش یاد بزنی دماش فرصت برای بازیکنان تیم دماش پشت محوطه جریمه یه شوت و گل گل برای تیم دماش. اول بیبی آخر بیبی امی امید توی دماش شعار من اینه بگو دنیا فقط رشت و دماش ای بدر ای بدر میری زود دماش دماش داد بزنی دماش دماش یاد بزنی دماش ای بدر ای بدر میری زود دماش دماش داد بزنی دماش دماش یاد بزنی دماش
Sam Sajaboy Remix. به نام خدا، عرض ادب و سلام مجدد خدمت تمامی دوستان تیم داماش گیلان در صفحه وارش اسپورت با پخش مستقیم دیدار هفته 25 دو تیم داماش گیلان و شهید قندیلی از همراه شما هستیم. بازی که در نیمه نخست با تکل سیدعلی یحیی‌زاده داماشی ها پیروز به رختکن رفتن و نیمه دوم بدون تغییر به زمین برگشتن. همونطور که مستحضرین حالا خبر دارید یا نه، خدا شکر نتیجه خوبی هم تو بازی رزاکان هست. فعلا بازی اونجا 1-1 مساوی است. با این نتیجه ما قطعا همین امروز صعودمون پلی آف قطعی میشه و باید ببینیم 45 دقیقه دوم بازی چطور پیگیری خواهد شد در هر دو زمین، هم نیرو زمینی و هم خب. من ترکیب تیم داماش گیلان رو خدمتتون عرض کنم. اشکان توانا، سیامک علیزاده، حسین خیریز، علیرضا امیرخانی، پژمان نژاد، محمد رستمی، سعید طالبی، سجاد قلی بیگ، علی مصطفی، الیاس صالحی و سیدعلی یحیی‌زاده در اون ترکیب هستن. در ترکیب تیم شهید قندیلی یزد حالا ببینیم موقعیت رو به کجا میرسونن بازیکن تیم شهید قندیلی. سیامک علیزاده تو مشارکت میکنه که به بیرون بره. حسین خیری هم نرسید به پاس سیامک علیزاده و پرتم اوت نصیب بازیکن تیم شهید قندیلی یزد میشه. در اون دروازه این تیم مسعود عبداللهی هستش، امیر محمد ذاتی، امیر رضا افسرده، محمد متقی، سید محمد علی حسینی، سید جواد شفیعی، سید صادق میرصفایی، محمد مختاری، وحید نعمتی، یامین فلا، عادل سرشار و سرمربیگری محمد اسیدی بازی رو مثل نیمه اول آغاز میکنن. ضربه سر اول رو بازیکن تیم شهید قندیلی زدن و تو از کنار دروازه بیرون رفت و اشکان توانا از کنار دروازه باید بازی رو آغاز کنه. ما میاد یزدانی رو هم به دلیل اخراجی که بازی قبل مقابل ماهشهر 2 کارت زرد و پیاپی به خاطر اعتراض گرفت یه جورایی و نداریم میاد یزدانی رو متاسفانه و بازی بعد میاد میتونه در اون ترکیب قرار بگیره. اشکان توانا ضربه سر اول از بازیکن تیم
شاید قندی نتونستیم رو توپ تاثیر بذاریم. سید علی یحیی‌زاده تعادلش به هم خورد، خطا رو گرفت از کاپیتان سید جواد شفیعی از شاید قندی است. سید علی یحیی‌زاده زنده تکل نخست بازی. آرک داماش بازی 1-0 به سود داماشی ها شد. 49 دقیقه از زمان بازی سپری شده داماش 1-0 پیش هست. بازی هم به طور زنده و مستقیم هم از صفحه وارش اسپورت در اینستاگرام هم صفحه یوتیوب وارش اسپورت میتونید تماشا کنید و بازی رو در یوتیوب میتونید بدون اضافات تصویری، لایک و کامنت ببینید. کیفیت تصویر هم تو یوتیوب بالاتر، البته میتونید رو مانیتور و تلویزیون هم بالا بیارید و بازی رو راحت‌تر ببینید. هر جوری هست داماشی از زیر پرس در میاد. سجاد قلیبگی در سمت چپ دیده میشه. حالا سجاد قلیبگی حرکتش رو انجام داده، به مسافه او رفته. افسرده یه پاس الیاس صالحی. الیاس صالحی زدش رو پنالتی. نه اوه. دایوینگ الیاس صالحی رو تشخیص داده داور با کارت زرد هم رفت به سمت الیاس صالحی. انصافا دایوینگ هم نبود. حالا اگه پنالتی هم نمیخواست بگیره، چون اصلا گلر اونا هم افتاد رو زمین. خب برخورد بوده که وقتی گلرشون میفته رو زمین یعنی چی شده واقعا؟ چرا باید دایوینگ تشخیص داده بشه؟ دو تا بازیکن خوردن به هم دیگه. پنالتی نمیگیری نمیگیری، چرا کارت زرد میده داور بازی؟ تصمیم بحث برانگیزه. حسین گنجخانی نخستین اخطاری داماش در نیمه دوم. الیاس صالحی هنوز روی زمین هست. کادر پزشکی داماش هم رفت بالا سر این تیم. بازی آغاز میشه. سمت چپ با وحید نعمتی کار میکنه. کوتاه از پشت سر بدون خطا میاد تو میگیره سید علی یحیی‌زاده. حالا میریم تو فاز حمله. سعید طالبی رو ای کاش زودتر دیده بود علی مصطفی در سمت راست. تو رفت به سمت چپ، حرکت در عرض پشمان نجات واسه او بین راه توسط متقی قطع میشه. پرتاب از سمت چپ به سوی تیم داماش گیلان هست. الیاس صالحی هم حالا با اجازه گنجخانی وارد زمین شد. 1-0 به سود داماش. امیرخانی بالاخره پرتاب توپ لو میره بین راه. همچنان بازیکنان شهید قندی. حسینی توپو آورد یه خط جلوتر که حسین خیری رو توپ تاثیر میذاره و پرتاب به سوی تیم شهید قندی هست. وحید نعمتی کوتاه بازم با حسینی کار میکنه. 1-2 انجام شد. بازیکن شهید قندی آرام آرام میان جلو که میرصفایی تو لو میده. حسین خیری، طالبی، خود سعید طالبی درگیر بازیکن تیم شهید قندی. از پشت سر نعمتی میاد تو میزنه. علی مصطفی هم میزنه، خطا نمیگیره داور. سیامک علیزاده. حسینی نه متقی بود و برد به سمت راست جایی که ذاتی حرکت کرده. ذاتی کوتاه کار میکنه بازیکن 77 یعنی عادل سرشار. اون دستش داره مختاری رو. محمد مختاری پشت محوطه جریمه نعمتی میخواد سعید طالبی رو جا بذاره. سید علی یحیی‌زاده میاد مزاحمت ایجاد میکنه. حالا رستمی، مصطفی، خود علی مصطفی توپش لو میره. حسینی دریبل زیدانی زد به علی مصطفی. دوباره حرکت خودش در سمت چپ. سید محمد علی حسینی میاره رو پای راستش. ارسالش هم خوبه. ضربه سر اول رو سیامک علیزاده میزنه پشت محوطه جریمه. یه ضربه با پای راست میتونه خطرناک باشه که زده نمیشه. قلیبگی توپو میاره بالا میبره به سمت چپ و پشمان نجات به توپ نمیرسه.
اصلا تیم دست و وابسته نشون نداده سید، برخلاف خیلی از تیمایی که میان توی رشت و کلا قافیه رو میوازن. انصافا شهید قندی هم خوب بازی کرد، حالا خلاف جریانات حواشی که معمولا این بازی داشت به خاطر رأی کمیته انضباطی. به هر حال شهید قندی هم تورش خوب بازی کرده. پرتاب از سمت چپ دروازه اشکان توانا میاد روی دروازه، سرویس اول رو رستمی زد، ذاتی به دنبال توپ هست، دوباره میبره همونجا یار شماره 4 افسرده، توپ لو رفته، خطا به سود تیم داماش هست، خطای افسرده روی سجاد قلی بیگی اعلام شد. سعید دلاور، مهرام دامادی، پویا عزیزپور و احسان معروفی 4 بازیکنی هستن که پشت دروازه ما گرم میکنن تا صلاحیت کادر فنی به زمین اضافه بشن. نعمتی ضربه سر او میرسه به دروازه‌بان مسعود عبدالله. عرض کنم که آخرین اعلامی که داشتیم از سازمان لیگ این بوده که دیدار پلی آف میره برای 31 اردیبهشت. اگر آغاز بشه یه برسیم به پلی آف، یه حرکت خوب رسید امیرخانی از پشت سر، سرشار خوب پلس کرد، انصافا توپ اومد به سمت چپ، دوباره بالا کشیده وحید نعمتی، دو بازیکن از داماش، حسین خیری و سعید طالبی مقابلش هستن، میاره رو پای راستش، ارسالش خوبه، استوب، یه ضربه، رستمی چقدر خوب قطع میکنه، حالا با پای چپ ذاتی بود که شوت زد و تو بعد از اصابت بازیکن داماش به بیرون رفته. کورنر به سود تیم شهید قندی هست. نیمه دوم رو داره بهتر بازی میکنه شهید قندی. 55 دقیقه تمام شد. یه عذرخواهی هم داشته باشیم از دوستان ما که در اینستاگرام ما رو تماشا میکنن، تازه تونستیم کامنت ها رو ببندیم. به هر حال بازی از هر دو صفحه داره پخش میشه، یه مقدار بشه که نخستین باره که این هم داره اتفاق میفته، ما شرایط رو از ما بپذیریم. به هر حال این کورنر از سمت چپ بلند میاد داخل محوطه جریمه، اشکان سید علی هر دو تو زدن، توپ هنوز داخل محوطه هست، سعید طالبی یه ضربه و اشکان توانا گرفت خودش، حالا روی زمین افتاده. متقی بود که توپو جورای پاس دادن، ما اشکان توپو گرفت. دو بازیکن از داماش روی زمین هستن، سید علی و اشکان توانا. احساس ناراحتی میکنه، همین دو تا بازیکن هم خوردن به هم تو صحنه. خواه ناخواه این توقف باعث میشه یکم فشار شهید قندی کم بشه. تعویضی هم در راه هست برای تیم شهید قندی. یزد محمد مختاری رو از زمین بیرون میکشه و یار شماره 88 که ما اسمش هم نداریم از این لحظه به عنوان نخستین تعویض بازی و اولین تعویض تیم شهید قندی هست. اشکان توانا هم هنوز روی زمین، حسین محمدی هم رفت بالا سرش. ما پویا عزیزپور هم میبینیم که داره مهیای ورود به زمین میشه. رضاکان هم هنوز دستاران هم یه گل به بندر ماهشهر زده. ماهشهری که تا همین هفته گذشته سایه به سایه داشت با ما میومد برای صعود به لیگ یک، الان 1-0 عقبه. زیر رضاکان هم اتفاق جدیدی نیفتاده، غیر از اینکه دوستان ما در صفحه وارش اسپورت بچه‌ها برن نگاه کنن ببینن میشه اطلاعات جدیدی به دست آورد یا که خیر. به هر حال آخرین اعلامی که داشتیم 1-1 بوده. حالا اشکان توانا دو برمی‌داره و بازی رو آغاز کنه. موسی کرمانی مقدم و هم فرشاد پیوس هم صحبت‌هایی رو دارن. اشکان توانا بلند توپش میاد به زمین حریف. سید علی عیاض‌زاده بدن گذاشت متقی، داور خطا نگرفت. سید علی خود سعید طالبی، دوباره سید علی عیاض‌زاده و خطا اعلام میشه روی سید محمد علی حسینی از شهید قندی یزد. بازی کوتاه آغاز میشه. متقی رو به عقب کار میکنه، افسرده سمت راست ذاتی رو میبینه. تصویر جالب هواداران تیفوسی داماش، سبک و سیاق جذاب تیم رو تشویق میکنن. تو همچین روزی ما
سال گذشته پانیک رو در چارچوب هفته هفتم تو بازی رفت 1-0 همینجا بردیم، امروز هم داریم 1-0 میبریم. نکته جالب توجه این بازی هستش که داماشی ها کلا تو اردیبهشت ما خوب بازی میکنن. دو تعویض همزمان برای داماش، سعید دلاور به جای علی مصطفایی و پویا عزیزپور به جای سعید طالبی به زمین میان. دو تعویض همزمان یه مقدار میل تدافعی ما رو بالا میبره. باید ببینیم پویا عزیزپور میره کجا و سعید دلاور کجا بازی میکنه. بازوبند رو هم باید برسونم به سیامک علیزاده و حالا علی مصطفایی هم از زمین. ببینیم سعید دلاور مثل بازی گذشته که پاس گل داد و سعید دلاور میره هافبک میانی بازی میکنه و سیامک علیزاده دفاع آخر میمونه. حالا داماش با این دو تغییر بازی رو یه جورای 4 دفاعی کرد. فرشاد بوس بله پویا عزیزپور رفت به پست دفاع راست. سید علی علیزاده رو استاپ میکنه. سجاد قلیبگی رو دستش رفت. پشمان نژاد خود پشمان میچرخه نگه میداره توپو. تشویقای یک دست تیفوسی ها با بادکنک های آبی رنگ. رستمی بین راه یه لحظه توپو قطع کرد. سعید دلاور جلو میکشه، پاسش نرسید و بازیکنان خودی تو بلو میره. شهیدقندی جلو کشید. ذاتی با سرشار کار میکنه. یار شماره 88 بازیکن تازه وارد این تیم سید علی نه سیامک علیزاده بود که تو با سر زد. دوباره میرسه اینجا حالا به سید علی علیزاده. خود سید علی یه لحظه توپو گرفت، خطا بود. نه بازم خطا نمیگیره حسین قنجخانی. به نظرت بین دو نیمه چه اتفاقی برای داور افتاده سید؟ آخرای نیمه اول هم همینطوری سود زد. کلا رخکن ورزشگاه سردار انگار یه فعل انفعالاتی داره. به هر حال اینسان داخل محوطه جریمه ضربه سر اول عالی زد حسین خیری جلوتر از سه جواد شفیعی. اینم امیرخانی که راست نداره. الیاس صالحی هنوز تو ترکیب هست. متقی پشت محوطه جریمه ارسال بلند او برای سرشار که به بیرون رفت و بازمان رسید به اشکان توانا. از این لحظه اشکان توانا دروازه‌بان ما هستش و بخش کاپیتان ما هستش. دروازه‌بان تیم داماش. بازی رو بازم بگم میتونید تو صفحه یوتیوب وارش اسپورت هم به طور زنده و مستقیم ببینید با کیفیت بالاتر و راحت‌تر و بدون اضافات که با تصمیم مثل لایک کامنت نداره. میتونید رو تلویزیون هم بالا بیارید بازی رو مثلا بعد کیفیت تصویر تلویزیونی ببینید. به هر حال ذاتی خود ذاتی بین قلیبگی و پشمان نژاد گیر افتاده. سید علی علیزاده رفت زد افسرده رو بازی آغاز شده. متقی نه سید محمد علی حسینی بود. یه تعویض دیگه هم داره تیم شهیدقندی. بازم با مدافعین خودش کار میکنه. نعمتی عقب‌تر با یاسین فلاح دوباره افسرده رو صاحب توپ میکنه. ذاتی به اون نزدیک شده. افسرده میچرخه و فلاح رو میبینه. اسیر جو سردارم نشدن. حالا میگیره جو اینا رو. رستمی الیاس صالحی لفظ تو دوست دارم. قلیبگی خود سجاد قلیبگی هر طوری از سو رسون به محمد رستمی با پای چپ رفت به سمت چپ. پشمان نژاد داماش یه مقدار میخواد بازی رو آروم کنه. اکثر دقیقا هم پرسش سنگین این شهیدقندی و تو بلو میره. حسین خیری الان حسین خیری و سیامک علیزاده دوتا مدافع میانی ما هستن. پویا عزیزپور دفاع راست، چپ هم امیرخانی. پشمان نژاد داره نقش وینگ چپ رو بازی میکنه یه جورایی. البته نعمتی با یار شماره 6 یعنی محمد متقی کار میکنه. یه محمد مختاری هم دارن که ما رو یاد اسطوره همیشگی تیم داماش یعنی محمد مختاری عزیز میندازه که این فصل در شهرداری نوشهر
کمک مربی بود سید علی عیزاده. حرکت تکنیکی او افسرده میاد خیلی محکم توپو جمع میکنه و با دروازه‌بان کار میکنه. مسعود عبداللهی ارسال بلند او بالاخره زیر توپ زد. سیامک علیزاده ضربه سر اول رو زد. رستمی تو برمی‌داره و حرکت میکنه سمت چپ پژمان نجات. پاس به جلو سجاد قلیبگی نه افسرده بازم میاد پشت تو دفاع کنارهای خوش خوب داره جمع میکنه. این امیررضا افسرده داره شماره 4 از قندی. این شماره 69 شون هنوز نیومده به زمین. متقی با حسینی کار میکنه. دو هافک میانی و دفاعی تیم شهید قندی که تو اکثر صحنا تو به همین دوتا بازیکن میرسه. ذاتی میچرخه سمت راست. خود ذاتی توپو گرفته و حرکت میکنه. قلیبگی مزاحمت ایجاد میکنه پشت محوطه جریمه. یه ضربه با پای چپ چقدر خوب گرفت اشکان توانا. یه سوپر سیو داره این اشکان توانا تو 2 مرحله. عالی توپو گرفت. چه شوتی زد یار شماره 88. تعویضای داماش تا اینجا جواب نده. انصافا نیمه دوم خیلی بد شروع کردیم. پنج دقیقه داماش 1-0 پیش است. نیمه دوم اصلا اندازه‌های خودمون رو حفظ نکردیم برای نیمه دوم و سید محمد علی حسینی هم تعویض میشه. زیادم راضی نیست از تعویضش. بازیکن میانه زمین تیم شهید قندی باز توپ لو میره. دوباره سیامک علیزاده رو توپ تاثیر میذاره. یه لحظه رستمی و نجات قاطی کردن. رستمی توپ برداشت و رسوند به سید علی عیزاده. کم تعداد هستیم بین 6-7 تا مدافع و بالاخره خطا اعلام شد. خوب میگیره این خطا رو انصافا سید علی عیزاده زننده تکل امروز داماشی ها. سعید دلاور و پویا عزیزپور دو تعویض داماش واسه نیمه دوم بودن که سعید طالبی رو همراه علی مصطفی کشید بیرون. یه مقدار انگار داره میانگین قدی میاره بالا چون امکان بازی مستقیم وجود داره برای شهید قندی. دو تعویض نیمه دوم داماش. بقیه بازیکن‌ها رو بازیشون موندن فعلا. سید علی عیزاده میره کم کم از روی زمین بلند بشه و داماش صاحب یک ضربه خطا هست. پژمان نجات این بار بتونه خوب ارسال کنه. پژمان نجات میفرسته داخل محوطه. الیاس صالحی پشت محوطه. دوباره پژمان در سمت چپ. یه استوب یه ارسال. این بار بلند هست. سعید دلاور به دنبال توپ میرسه. خود سعید دلاور. باریکلا سعید دلاور نزدیک خط کرنر نگه میداره. دو بازیکن از شهید قندی و پرتاب اوت رو عالی گرفت. روی عزیزپور داره تعویضی داماشی ها با تعویض دوم آینه سعید دلاور کار میکنه. تو رفته بیرون و خوشبشی هم داره بازیکن تازه وارد تیم شهید قندی. عبداللهی سمت راست ذاتی رو میبینه. پاس به جلو. حرکت بازیکن شهید قندی میان تو زمین تیم داماش و حسین خیری که اجازه میده اشکان از دروازه بیرون بیاد و با مال خودش کنه. سید علی عیزاده هم روی زمین میفته. باز امیدواریم مشکلی نداشته باشه سید علی عیزاده. بله آرمان آبسالان رو هم فکر کنم داره مرزا کرمانی مقدم صدا میکنه. سید علی عیزاده ای که امروز گل زد متاسفانه انگار سرعت بازی رو نداره. مرزا زاهد تبار هم به جمع بازیکنان کنار زمین داماش اضافه شده. سید علی عیزاده هم روی زمین هست. ببینیم سومین تعویض ما تعویض اجباری میشه یا نه.
امروز بعد مدت‌ها یحیی‌زاده بازی خوبی انجام داده، واقعا حیف میشه اگه بخواد اینجوری بازیش به پایین برسه. آره ولی یه مقدار اصلا فشار روش بوده، اصلا تو بازی ماشهر هم با باش صحبت می‌کردیم فشار کاملا روی سید علی یحیی‌زاده بوده. امروز خدا رو شکر خودشو کشید یه جوری از زیر این فشار بیرون. یه جیمی جامپ هم داریم که وارد زمین شده، فکر کنم میخواد بره بشه فرشاد پیوز. این چه کار؟ به احترام جیمی جامپی که وارد زمین شد، فرشاد پیوز هم در آغوش گرفت. بله امیدوارم با مهربانی بذارم بره بریم. امیدوارم که اتفاق خاصی هم برای هوادار نیفته. سعید طالبی هم میره کنارش. خدا شد مثل اینکه افسر نیروی انتظامی اشاره میکنم بندازید بیرون، کاری ندارم. خیال ما از این بار راحت شد، خوش رسوند با چه عشقی هم خدای خوش رسوند به فرشاد پیوز. بازی رو هم نگه نداشت. حالا جیمی جامپ خوبی بود علی. من انتظار داشتم با لگد بزننش، همیشه این تصاویر رو می‌بینیم. آره معمولا آره بگذاریم بریم. فلا مثل عبدالله خطرناک بود ولی خوب رسید به نعمتی. وحید نعمتی آرام میاد جلو با پای چپ، خیلی خوب سرشار رو صاحب توپ میکنه. یارو شماره 88 از شهید قندی یزد. متقی بین راست، سعید دلاور گفتم میاد که به خط دفاعی داماش کمک کنه. بازم الیاس صالحی تعادلش به هم میخوره، بازم خطا نمیگیره. تو کلا نمیخواد رو صالحی خطا بگیره امروز. این گنجخانی ارسال داخل محوطه جریمه با پای راست که ارسال میرصفایی رو اشکان توانا در اختیار میگیره. داماش 10 نفر است تو این دقایق و الان آرمان آبسالان رو ببینیم بالاخره اجازه ورود میدن یا نه. اشکان توانا ضربه بلند اشکان توانا رو افسرده میگیره، نمیذاره از زمینی بازی خارج بشه و بعد چند هفته اش آرمان آبسالان در به ترکیب بزن. باری کلا الیاس صالحی، باری کلا الیاس صالحی. همه توپا رو دارن زیر توپ میزنن. حالا سید علی یحیی‌زاده خودش تو میگیره، بازم تعادلش به هم میخوره و بازم خطا رو میگیره سید علی یحیی‌زاده. عرض کردم انصافا این توپا رو خوب 28 نمره شده 82 نشون نداد علی. حالا درست میکنه داور جاران یه لحظه 28 تا 82 نشون میداد. جو استادیوم داورم گرفته بود. سید علی یحیی‌زاده زننده تکل بازی با لنگان و پای راستش هم گویا مشکل داره. رستمی تو برد به سمت راست و سید علی یحیی‌زاده از همین لحظه بازی رو ترک میکنه. آرمان آبسالان توپ اول تاثیرش رو گذاشت. آبسالان پرتلاش بازی میکنه. آرمان آبسالان، خود آبسالان، پرس او افسرده. آبسالان توپ گرفت، باری کلا آرمان آبسالان. سجاد قلی بیگی چقدر خوب گرفت، چقدر بد زد سجاد قلی بیگی. قشنگ زد همون جایی که توپ گلر انذارشو میکشید. چه تو سر توپی زد. حالا آرمان آبسالان این پاس داخل محوطه و کورنر. آبسالان نبود، امیرخانی بود که تا اون مناطق جلو کشته بود. به اینجور شوتا بیشتر نیاز داریم. هر جایی زده بود گل بود همین رود. آرمان آبسالان گفتم این بازیکن خیلی پرتلاش بازی میکنه. افسرده اومد بهش لایی بزنه، بدجوری افسردگی واسه شابور. آرمان آبسالان گل میشد تموم بود کار. آقا یکی بازی رزاکانه بگه چنده. ارسال داخل محوطه، بزن ضربه سر رو رستمی. یه لحظه اوه خطر رستمی اعلام میشه مقابل محوطه جریمه. متقی هم سریع بلند میشه. شهید قندی جلو میکشه. آرمان آبسالان افسرده، ذاتی سمت راست، سرشار خود ذاتی، سرشار بازم ذاتی، یه پاس به جلو. سیامک علیزاده توپ اول رو دفع میکنه. حالا توپ دوباره میاد پشت محوطه جریمه تیم داماش. یه ضربه از راه دور شوت زن نشون داده یار شماره 88. نباید آزاد بذارن داماشیا او رو. داماش تا اینجا 3 تعویض داشته در مقابل 3 تعویض از شهید قندی. هر دو تیم هنوز 2 تا تعویض دارن. اشکان توانا
حالا سربره بلند اشکان، آرمان آبسالان، تاثیر نصف نیمه او روی زمین افتاده. آرمان آبسالان بد خورد زمین. آرمان چش ترسیدن ما داریم. آرمان خداشو کالش بود. دقیقاً بعد اتفاقی که به امیرحسین شیرچی افتاد هر بازیکن میفته من ته دلم می‌ترسه. مثلا یادتون باشه همین زونه ما هم از یه جای بعد فقط این بازیکن بود که ما اسمشو داشتیم تو لیست بابلسر، دیگه نمیشد بقیه بازیکناشون رو دید. چند باری هم تو گزارش گفتیم اگه دوستان ما یادشون باشه امیرحسین شیرچی بازیکن جوونی هم بود. انصافا حیف شد، واقعا حیف شد. پیگیرم میکردن یه مقدار میتونستن ببینن چه خبر بوده. برای کادر پزشکی اونا هم گردن نگرفت، ولی خیلی واضح و مشخص بود که بازیکن اصلا نباید فوتبال بازی میکرد به خاطر عارضه قلبی. به هر حال عشق به فوتبال چیزیه که همچین اتفاقاتی رو هم در بر داره. به هر حال آرزوی صبر داریم برای خانواده شیرچی در بابلسر. بریم این بازی. رستمی خطا اعلام شد. زمینی خطا به سود شهید قندی یزد. بلندم میخوان بفرستن، همه دامشی هم کشیدن عقب. ارسال تند و تیز پشت محمدی جریمه قطع میشه. ذاتی ضربه والی او رو قلی بیگی بین را تاثیر میذاره. پشمان نجات زیر تو باش خیلی عقب کشید. آرمان آبسالان ببینیم تا کجا داره دنبالتون میره. آبسالان عبداللهی 75 دقیقه از زمان بازی سپری شده. چیزی کمتر از 15 دقیقه زمان باقی است داخل محوطه جریمه. بازیکن تیم شهید قندی صاحب توپ هستند. توپ هر جوری است مال خودش کرده. یار شماره 69 این قیچی برگردون. بازم اشکان توانا کاپیتان داماش در این لحظات داره تیمداری میکنه یه جورایی. اشکان بلند صالحی نتونه سو بیاره پایین برای آبسالان. یاسین فقلا افسرده داماش نمیدونم چرا بالا نمیاد علی، خیلی خطرناکه. همچین رسکان هم 1-1 مساوی هنوز. فقط یه رو بیشتر وقت نمونده تا صعود اون به پلی آف. نباید بذاریم قندی کارمون رو تخت کنه. واقعا هر تیم این صعود رو امروز از ما بگیره. حالا بازی هفته آخرمون مقابل شاهین بوشهر تو بوشهر هستش هفته آینده، همین روز همین ساعت. ما نباید واقعا بذاریم با کار بازی آخر برسه، با توجه به اینکه خود شاهین هم جزو شانس‌های سقوط محسوب میشه. می‌بینید با هم یکی علی همه توپا رو می‌زنیم زیرش. 3 تا تعویض هم داریم برای سال‌هاست بازی داماش می‌بینید. داماش همیشه خودش کارش رو سخت می‌کنه. امیدواریم این دفعه اتفاق نیفته. رفت بیرون. رستمی رو می‌بینید که داره صحبت می‌کنه با الیاس صالحی. جلو اشاره رستمی اینه که یه مقدار الیاس صالحی بالاتر بیاد. خدایش هم چند باری که اومد خوب کار کرد. 3 تعویض دیگه هم داریم. یکی بازیکنایی که اسمشو می‌دونستیم داره میره بیرون برای شهید قندی. این بازی با بابلسر. کاپیتانش هم کشید بیرون آقای اسیدی. عزیزپور حالا پرتابش ضربه سر اول رو خوب زد بازیکن شهید قندی. درگیری ها و رستمی تو زیر فشار زد بیرون. پرتاب اوت هست. این دستون دست کردن بالاخره توپو. ترکیبشون کاملا عوض شد. الان میخواد فشار بیاره. این رو به آخر رو خیری زیر تو. آبسالان دور هست از محل فرود تو و بازم بازیکن تیم شهید قندی جلو میکشه. ذاتی سمت راست یار شماره 99 رو میبینه. تاثیر امیرخانی، قلی بیگی، خود سجاد قلی بیگی، پشمان نجات. واسه عالی و برای آرمان آبسالان. خود آبسالان یه لحظه تعادلش به هم خورد و
بله خطا رو گرفت. خدا رو شکر که بازیکن تیمه شهید قندی تا درست به هم خورد، وگرنه آرمان هم تو بعد دست داده بود. ما به اینجور خطاهای ریز نیاز داریم. آره ما واقعا نیاز داریم الان این خطاها رو بگیریم که این فشار شهید قندی فروکش کنه. رستمی کوتاه پشمان نجات. نباید اینقدر توی یه تیکه جا ما توپو نگه داریم آخرم لو میره. بد جوری الان ضد حمله میشه. اینجور توپ نگه داشتن برای دقیقه 90 به بعد اینا واقعا چرا الان داره این کارو میکنه؟ خیلی وقت باقی، یعنی اندازه 2-3 گل قشنگ وقت بازی. نباید اینطوری. نجات درگیر است با ذاتی. سجاد قلیبگی میاد از پشت سر تاثیر میذاره زیر توپ از افسرده. دو بازیکن رفتن برای سعید دلاور که هد نزنه. سیامک علیزاده پاسش نرسید به پژمان نجات. باز هم توپ داره میره بیرون. امیرخانی و توپ رفت بیرون و پرتاب اوت به سود تیم داماش هست. امیرخانی پرتاب بلند ضربه سر اول آبسالان نرسید به پژمان نجات. خود آبسالان پرس میکنه. ذاتی پشت هم داره رو پای میزنه. توپم نرفته بیرون. پژمان نجات خود ذاتی سجاد قلیبگی. خود قلیبگی توپ به خودش میخوره و به بیرون میره و پرتاب اوت به سود شهید قندی است. داماش میتونه تعویضم داشته باشه یه مقدار بتونه تب و تاب رو بگیره. البته حس میکنم چون دوتا تعویض آخر باید همزمان باشه یه جورایی داماش گذاشته برای 85 به بعد. 80 دقیقه از زمان بازی سپری شده. نتیجه 1-0 به سوی داماش است. سیدعلی یحیی‌زاده گل اول رو زد. خودش هم بازی رو به عنوان تعویض اجباری ترک کرد. سیدعلی یحیی‌زاده آرام آرام جلو میاد. یاسین فلا حالا بلند میاد به داخل محوطه جریمه. سرزنای داماش نه پرتاری هست. داماش رو توپ تاثیر میذاره و اعلام آفساید. یامین فلا هستش. ما بعدم خوندیم متاسفانه. یاد باشه پیش فصل هم توی تمرینات داماش شرکت می‌کرد. پیش فصل هم اینجا بوده. بعد با فکر کنم با اکرم میساقیان هم اومد رش یا مورد استقبال هم قرار نگرفت. حسین خیری و امیرخانی و سعید دلاور به عنوان مدافعان تیم داماش انتخاب شدن تو تمرینات اکبر میساقیان که خدایی هم خوب جواب دادن. هر سه خوب بودن. پژمان نجات حرکت تکنیکی او زیاد جواب نمیده. ما هم اصرار داریم بازی همون سمت باشه. اصلا تو به این سمت نمیاد. همه رو بردیم سمت چپ. نگاه هم کنید زمین اون برن نیا کن. همه بازیکن قندی دارن تو سمت راستشون بازی میکنن. کامل خونده دست فرشاد پیوس رو. اسیدی حالا تو گروبایی امیرخانی بدون خطا گرفت. همین صحنه رو برای ما سود نزد. دامادی هم تعویض بعدی داماش هست. ضربه سر دو بازیکن از داماش روی زمین. امیرخانی توپو زد. آرمان آبسالان نتونست ضربه سر رو بزنه. بازیکنان شهید قندی همشون زمین ما دارن بازی میکنه. الان تو رفت به سمت راست جایی که روی عزیزپور هست. اورلپ نعمتی انجام میده. بازم یار 88 کار میکنن. بهتاش میساقیان هم روی به ترکیب میاد. خبری هم از احسان معروفی هم نیست امروز. متقی واسه او سیامک علیزاده توپو میفرسته بالا. امیرخانی چقدر خوبه این علیرضا امیرخانی. انصافا علی رهبر چند سالی بود همچین مدافع وسط جونداری نداشتیم خدایی. امیدوارم بیایم بالا و بازم تو ترکیبمون بمونه. با این بازیایی که داره انجام میده ممکنه نظر خیلی تیم‌ها رو جلب کنه. دقیقاً همینه. من بعید میدونم بشه فصل بعد تو لیگ 1 حداقل نگرش داشت. لیگ 2 که جای خود دارن
علیرضا امیرخانی قد بلند، چپ پاه، یه همه خصوصیات یه مدافع میانی خوب رو داره. رو هوا خوبه، رو سرعت خوبه و رو همه توپا هم هست. دقیقا همه جای زمین میبینیش. یعنی و یه تعویض دیگه هم داریم. دومین تعویض اجباری ما سجاد قلیبیگی هستش که رو هم احساس ناراحتی میکنه. بازی رزکان هم اگر دوستان من در دفتر ورزش اسپورت صدا منو میشنون، اگر بازی رزکان هم بگن چند چنده ممنون میشم. به هر حال نتیجه مهمی است. با این نتیجه الان داماش صعود پلی آفش اگر اون بازی 1-1 باشه یا حالا رزکان جلو نباشه قطعی میشه برای داماش. به هر حال توپم به بیرون رفته و پرتاب اوت باید بلند، باید هم در کار نیست، کوتاه کار میکنه. دوزش نشون میده میخواست بلند بفرسته، بازیکن داماش یه جورای عقب برد. با همین حربه دوباره با یامین فلاح کار میکنه، بازیکنی که پیش‌بس تمرینات ما حاضر بود. رفت به شهید قندی بعدش رستمی. خود محمد رستمی راحت نمیشه از محمد رستمی رد شد انصافا. عزیزپور بازم خط. اون بازی هم هنوز 1-1 که 85 دقیقه تمام شد. حالا بهتاش میساقیان رو تعویض میکنه و سجاد قلیبیگی هم تعویض میشه. الیاس صالحی و بهتاش تعویض میشه. سجاد قلیبیگی و مهران دامادی تعویض کاملا تدافعی هستش. الیاس صالحی واقعا پرتلاش بود، همینطور سجاد قلیبیگی. دو بازیکن کوتاه قامت، ریزنقش و پرتلاش داماش. انصافا خوب بازی کردن هر دو تا. سجاد قلیبیگی هم احساس ناراحتی میکنه. امیدواریم هر دو دست به پلی آف برسن دو تا تعویضی‌ها، با توجه به اینکه بازی آخر ما میره برای تشریفاتی شدن. این ارسال باید انجام بشه، خطرناک هست. اشکان توانا مشت عالی اوت با برد سمت مخالف. پرتاب اوت به سود شهید قندی است. وقت زیادی هم نباید برای نیمه دوم محاسبه بشه، همین 2-3 دقیقه باشه. حالا ببینیم داور چه تصمیمی میگیره. پرتاب بلند میاد به داخل محوطه جریمه. باز امیرخانی در صحنه حاضر است. رستمی، تاثیر رستمی تو روی هواست. سیامک علیزاده، متقی، امیرخانی، خطرناک هست این صحنه. بهتاش میاد توپو میگیره. آرمان آبسالان تو میاره برای عبداللهی تو لو میده. آرمان آبسالان، بهتاش میساقیان از همون فاصله میخواست دروازه رو باز کنه. مهران دامادی به توپ نرسید، به دنبال توپ پس بازیکن تیم شهید قندی. این سمپوی عزیزپور و خطا اعلام شد. اوه سید کشید بیرون. متاسفانه همکاران اطلاع دارن رزکان گل دومو زد. دقیقه هم گل زد رزکان. بعیدم میدونم نیرو زمینی تو این چند لحظه همه چیز کشیده شد به بازی آخر. کلا هیچ وقت از این نیروی زمینی به ما خیلی نرسیده زید. بدترین خبر بود برای ما و بازم ما یه هفته جلوتر نتونستیم بریم. هفته آخر هم جلوی کیانسام داره، تو خونه هم داره رزکان. کیانسامی هم که متاسفانه جزء کاندید سقوط هست. با ببینیم الان 2 تا کاندید سقوط هفته آخر. بازی حساسی دارن. فعلا مهمترین چیز اینه که ما این بازی رو ببریم. سید بازی آغاز شده، ریخت، مثلا آب سردی بود یه جورایی تباتا به بازی. پشتم گویا درگیری میشه در بازی.
نیمکت شهید قندی هم یه مقدار التهاب داره. حالا بازی کوتاه آغاز میشه. پشمان نجات، مهران دامادی پاسش نرسید به آرمان آبسالان. دوباره با رستمی دو برد به سمت چپ. بهتاش میساقیان پاس تک ضربه سعید دلاور. ضربه رو پای سعید دلاور توسط دروازه‌بان تیم شهید قندی جمع میشه. یا توپم اومد توی زمین. خطا بازم اوی حسین گنجخانی. جالب اینجاست که یه تو یه تیم جام با اومد همین کارا رو قندی با ما کرد. علی رحمت بازی رفت 10 تا توپ انداختن وسط زمین 10 دقیقه آخر. حالا جالب خودشون به همین حرکات و بازم جیمی جان دیگه میره به سمت فرشاد پیروز. این یکی اون چیز که عوض داره گله نداره برای خودشون بازی شروع کردن دیگه. نباید تو بازی ببین اسیدی هم اومده رقم آگه ناراحت بود باید جلوی هیچ وقت نباید با داماش جنگ روانی کنید. دقیقاً فشاری میاره نوادارا. ارسال داخل محوطه ضربه سر رو بازیکن اونا برای ما زد یه جورایی. نعمتی نمیتونه رو توپ تاثیر بذاره و پرتاب اوت به سود داماش است. 90 دقیقه تمامه. گوی عزیزپور التهاب کنار زمین کاملا بالا رفته. سیامک علیزاده هم روی زمین میفته. الان میتونیم به باز هم چی بیجام کنم. اما اینا دیگه نباید فکر کنم مثل اولی بیرون میندازن. بازم رفت سمت فرشاد پیروز. بادکنک هم میخواد بده فرشاد پیروز. فکر کنم دیگه کم کم نیروی انتظامی که صبرش از آره دیگه دارن میرن صبر نیروی انتظامی. عزیزپور صدا میکنه بازیکن داماش رو. آرمان آبسالان میاد جلو. پرتاب میره برای پشمان نجات. میرفت یه استوپ انجام. حالا داماش باید برگرده فاز دفاعی. چقدر 7 دقیقه 3 دقیقه 7 دقیقه یا علی چه خبره. 7 دقیقه وقتی تلف شده برای نیمه دوم. کادر فنی شهید قندی هم گوشه زمین رو قشنگ به هم ریخته. داورم جالب نیست که توجه نمیکنه. یکی دو تا رو اخراج کنه بازی آروم میشه. حالا با کاپیتان کار میکنن. افسرده بلند میفرسته یا نه. حالا از راه دور اقدام به شوت زنی میکنه. ذاتی او هم شوت میزنه که امیرخانی از روی توپ عبور میکنه و از کنار دروازه اشکان باید بازی رو آغاز کنه. شرو رزکان الان گل زد واقعا. فکر کنم باید یه سفر به بوشهر هم بریسته. بهتاش با سینه میکاره برای آبسالان. خود آبسالان جدا میکنه خودش رو از متقی. بهتاش یه پاس به جلو به حالا پشمان نجات ببینه نه از راه دور خوردتی. مهرام دامادی توپ گرفت داخل محوطه جریمه. خود مهرام میاره رو پای چپ پاس میده. مهرام دامادی نمیتونه. رستمی از آفساید میاد بیرون. عزیزپور چیکار کرد مهرام دامادی. چه ضربه‌ای زد پشمان نجات. دفعه اول نیست گلرشون بی‌محابا بیاد بیرون. کلا بهش اعتماد همون نیست. زنها داره میاد بیرون. عبداللهی رزکان هم 2-1 جلو افتاد. بدترین خبر رفتیم برای هفته آخر. رزکان با کیانسا بابل داره. ما با شاهین بوشه تو بوشهر داریم. دو امتیاز نیرو زمینی علی. 2 امتیاز نیرو زمینی الان یقه ماره. همین نیرو زمینی که الان داره به رزکان میبازه رو ما دروازه خالی نزدیم پنالتی نزدیم. الان اینطوری شد که بریم برای هفته آخر. ما از این 2 امتیازا زیاد تو این فصل ازش داریم. تو بازیایی که تیم میتونه قشنگ ببره مثل نوین همین رزکان. ولی نبرد هنوز ادامه داره. با میدونم افرقیه تو داماش امیدواریم بازی آخر با این نتایج تعیین کننده آخرین تیم
صعود کننده به پلی آف از این گروه هست. اون سمت احتمالاً فولاد نوبیل میاد. بازم سعید دلاور، تاثیر روی توپ، پشمان نجات، خود بهتاش، توپ روی حواس، امیرخانی توپ گرفته، آرمان آبسالان داره رو خط آفساید میره، یه ذره زودتر سمت راست، مهرام از پشت سر میاد، بهتاش میساقیان هم هست. 3 در مقابل 4 هستیم. این پاس از بهتاش میساقیان کسی نبود، دیر دید یه جورایی. بازم ضد حمله، تمام دماشی‌ها دارن برمیگردن. رستمی میاد جلوی بازیکن قرار میگیره، یه جوره خراب کرد بازیشو. رستمی با ذاتی کار میکنه. امیرخانی، خود امیرخانی یه بار دیگه پاس به جلو، این بار آبسالان داره حرکت میکنه. آرمان آبسالان زدن او رو بدون خطا، بازم خطا نمیگیره داور. یه دونه صحنه 50-50 رو برای ما خطا نگرفت انصافا. سعید دلاور ضربه سر پشت محوطه خطرناک هستش، میچرخه برسه سنگین داماشی ها. حسین خیری تادرش به هم خود بگیر خطا رو دیگه های گنجخانی. قاطی کردن تو خورد به حسین خیری، پرتاب اوت. خیری هم سریع برمیگرده محوطه. پرتاب اوت داخل محوطه جریمه، بلندتر از همه سعید دلاور. مهرام دامادی تاثیر گذاشت. آرمان آبسالان یه بار این حفظ توپش رو انجام بده، خود آرمان زیر توپ، راه دیگه ای هم نداشت. حالا عبداللهی میاد پرتاب، یه جوری دارن بازی میکنن انگار با این برد قهرمان لیگ 2 میشن. شهید قندی گفتم یه جوری واسه انتقام اومده برش، با این باخت یه جورایی رفت و برگشت هم میبازه به داماش. در سمت راست ذاتی، پشمان نجات تو همین لحظات هم استارت زد، رفت کورنر. یه بازیکن از داماش روی زمین افتاده، پشمان نجات هستش. کادر پزشکی داماش هم میره به سمت پشمان نجات. میشه الان یه خبر بیاد بگن رضاکان گل مساوی رو خورده، اینطوری ما همینجا جشن صعود به پلی آف اون رو میگیریم. بازی آخر دیگه مهم نمیشه برای ما. آخرین موقعیت ها برای تیم شهید قندی هست. از داماش 1-0 پیش هست. هم تو این بخواد الان گل بزنه خیلی بده. یا علی ارسال داخل محوطه، ضربه سر، توپ دور شد از منطقه خطر. بازیکن شهید قندی بازم امیرخانی، خداییش همه جا هست این علیرضا امیرخانی. رفت بیرون، باریکلا چه خوشحالی میکنه علیرضا امیرخانی، چه مدافعی علیرضا امیرخانی. بیشک جز 3 بازیکن برتر این فصله این علیرضا امیرخانی. دیر اومد به ترکیب اما اومد واقعا جوندار و با کیفیت اضافه شد، اضافه میشد به وای اشکان توانا نباید کارت میگرفت. اشکان 3 اخطاره بود. بهتاش میخواد ضربه بزنه، کارت رو به اشکان توانا داد. اشکان توانا رو هم نداریم بازی بعد. بهتاش میساقیان ضربه بلند و افسرده روی توپ تاثیر گذاشت پشمان نجات. این هم سوت پایان دیدار برتری 1-0 تیم داماش گیلان. برد بالاخره شهید قندی رو. حالا برن 3 امتیازشون رو پس بدن، بریم دنبال 3 امتیاز.
اشکان توانا هم ببینید چطوری رفته به سمت داور. نباید کارت میداد، بهتاش رفته بود واقعا. اشکان توانا سه اخطاره بود. الان بازی قبلم میاد رو ما همینطوری از دست دادیم. میاد یزدانی پایین هست الان. او هم همینطوری عصبانی بود بازی گذشته. داماش با این نتیجه 48 امتیازه میشه. رضاکان هم فکر کنم همونطوری برد بود بازی رو و همه چیز به آخرین هفته میکشه و داماشی که آقای کرمان هنوز خیلی معترضه. به هر حال هفته آینده ما روز دوشنبه نشد دیگه این هفته سودون رو قطعی کنیم. هفته آینده روز دوشنبه از ساعت 5 در بوشهر باید به مصاف تیم شاهین بوشهر بریم و اونورم علی رضاکان تو خونه با کیانسام داره. جدولم تا قبل این بازی به این صورت بوده. ما جدولم یه نگاه بندازیم. سید سال 97 بازی آخر با شاهین یاد چی میفته؟ یاد پنالتی سعید طالبی بود که ما اون بازی هم ما با یه پنالتی به سعید طالبی میتونستیم بریم پلی آف. میتونستیم بریم لیگ لیگ 1. همون پلی آف. پلی آف میرفتیم با استقلال ملاثانی. آره. خب آقا کیانسام حالا امروز نمیدونم هفته گذشته شاهین 23 بود، کیانسام 22. الان ما با واقعا نتیجه شاهین برامون مهمه، چون شاهین اگر بازی آخرش تشریفاتی بشه حداقل میتونه جلوی ما راحت‌تر بازی کنه. از یه طرف هم خب کیانسام هم بازیش اگه صعودش قطعی بشه جلوی رضاکان قطعاً باخت میده. خیلی قبلا بازی حیثیتی دیگه با یه تیمی که مدعی صعود بود تو خارج از خونه داشتیم و داماش پیروز بیرون اومد. پس ما نباید به این فکر باشیم کی به فکر چیه. این تیم اسمش داماشه. داماش باید برای برد بجنگه، باید برای صعود بجنگه. و 100% درسته علی جان. ما میتونیم مثلا شاهین ببریم به اما اگر نکشه خودمون همه کار رو بکنیم. برای ما هفته گذشته مقابل شهرداری ماشهری پیروز شدیم که شانس قطعی بود و به هر حال امروز عملا از دور خارج شد. امروز هم ماشهر کلا باخت دیگه، از دور خارج شد. بین رضاکان و داماش هست دیگه. ما ان شاء الله ما میریم آقا، ما داماشیم ان شاء الله بازی بعدم شاهین رو میبریم و از صعودمون همونجا جشن میگیریم. قرار نشد امروز جشن صعود داشته باشیم، فقط جشن پیروزی. ممنون از تمامی دوستداران و همراهان ما هم تو یوتیوب هم تو صفحه اینستاگرامی بارش اسپورت. مرسی که تو این وضعیت اینترنت تو این شرایط سخت بازی رو تماشا کردید، با ما بودین. ممنون از کلینیک الماس که در این فصل رقابت‌ها همراه ما بود. به هر حال ممنونیم. داماش با این نتیجه 48 امتیازی میشه، همچنان در رتبه دوم میمونه، اما تکلیف صعود من خبری جدید از رضاکان نمیاد. بعید میدونم رضاکان اتفاقی افتاده باشه. بله چیزی هم نمیگن دوستان من، قطعا همینه. اگر اتفاقی باشه اطلاع رسانی میکنیم. به هر حال ممنونیم از شما. مرسی علی ربر. ممنون از همه شما. ممنون از همه بینندگان